متشکرم. امین فلاح که 19 سالشه و استندآپ کمدین الان برای ما اجرا میکنه در دور مقدماتی. در شهرشون به قول خودش امکانات تو بعضی از مواقع و بعضی از جاها کمه. حالا علاوه بر اینا زلزله هم نسبت به بقیه شهرستانا تو شهر اینا زیادتر میاد. یعنی میگه اینجوریه که انگار ما تو قطار سواریم. زندگی میکنه؟ نه یکی از شهرهای مرکز کشورمون. خودش گفته که اجازه بده بیام، شاید دربارش بخواد صحبتی بکنه. خواهش میکنم خوب ازش استقبال کنید آقای امین فلاحو. سلام. سلام. حالتون چطوره؟ خوب. شنیدم که آقای عباسی از لهجه یزدی خیلی خوششون میاد. امین فلام قلب ایران یزد. شهری هم که گفتن شهر بهاباد بود. من اصالتم برای بهابادم. یه دست به افتخار آقای عباسی بزنید. یه شاعر بهاباد یادتونه؟ شاعر داشتیم؟ اسمش گفتم آقای حاتمی بودن از بله، شاعر شیشه فروش. بله. از بهابادی ها همیشه میپرسن که مهاباد، میگن نه بهاباد. آره. همیشه این اشتباه میشه. درسته. مثل بیرجند بروجت بوجنوردینا که قاطی میکنید. خب بله، برخلاف بقیه کمدینا که همه توی خونه‌های تنگ و تاریک و کوچیک زندگی کردن، من توی خونه ویلای خیلی بزرگی زندگی کردم. خونه ما خیلی بزرگ بود، اینقدر بزرگ که چندین تا خانواده در صلح و آرامش کنار هم زندگی میکردیم. یکی خانواده ما بود، خانواده موشا، خانواده سگا، خانواده گربا. بعد وضعیت جوری شده بود آخر سری ها یه سری حیوانات جدید کشف میکردیم. مثلا یکی بود کلش سگ بود با دم خروس، بعد بدنش پیکان بود. من اینو بعدها فهمیدم اسبابازی داداشمه. من تا 15 سالگی اسم کردم مدیر مجموعمونه. بعد شاید بگید خب داشتن اینو به زندگی تو اون خونه ویلای ارزش داره، ولی خب خونه ویلای ما هم با شما فرق داره. تو خونه ویلای ما همون دستشویی جدا از ساختمون یه گوشه حیاط بود که این خیلی سخت بود چون هیچ وقت به موقع نمیرسید دستشویی. برای همین ما 10 دقیقه قبل اینکه بخوایم حس کنیم دستشویی داریم باید حرکت میکنیم سمت دستشویی که دیگه اون لحظه و نزدیک دستشویی باشیم. بعد شما فکر کن هر جوری بود خودت میرسوندی دستشویی. اگر زمستون بود اینقدر آب یخ بود که نمیشد. اگر تابستون بود اینقدر آب داغ بود که نمیشد. یعنی تو خودت میرسوندی هم بازم نمیشد. بعد همون رفتن تو تابستون داستان داشت. یعنی شما فکر کن میرفتی همون خودتو میشوسی مرتب منظم، بعد اینقدر راه بود تا اتاقت اگه میرفتی عرق میکردی کثیف میشدی همون با برمیگشتی همون. بعد یه قسمت مهم خونه ما آشپزخونه‌شه. شما تو خونه‌های الان اگه نصف شب گشنتون بشه فاصله ای نداره تا یخچال که برید چیزی بخورید، ولی بی وجدان قصد صدا میده که آدم نمیره. یه شب رفتم خونه خالم، رفتم در یخچال یه ذره باز کردم، بی وجدان تمام صدایی که تو طول هفته شنیده بودم تولید میکرد. بعد یه ذره بیشتر باز کردم، گفت آخ. گفتم یا خدا این چرا صدا آدمی زاد میده؟ همینمون کم بود. یا داداشم از اون زیر بلند شد گفت اسکول صدا آدمی زاد چیشه زید تو صورت من. بعد این یخچال آخر سریا دید بی خیال نمیشم از سالار عقیلیمو خوند. یعنی قشنگ معلوم بود داره اذیت میکنه. ولی خب تو خونه ما این معضل وجود نداره چون اینقدر فاصله از آشپزخونه تا خونه هرچی صدا بده کسی نفهمه. ولی خب صرف نمیکنه بیری شما نصف شب حرکت کنی صبحونه اونجایی. یه شب هر جوری بود خودمو رسوندم آشپزخونه، در یخچال باز کردم دیدم داره صدا میکنه. اینجا انتقام اونو ازش گرفتم، هی در بازو بسته میکردم، گفتم جان صدا بده، صدای بلند. بعد ما تو حیاتمون همیشه چند تا مرغ و خروس داشتیم که این خیلی سخت بود. تو چه قباد زحمت میکشیدی با این خروس رفیق میشدی، بعد میرفتی نزدیکتر. خروس هم همیشه اینجوری بود. بعد نزدیک میشدی نزدیکتر، یادش میافتید اصلا با قیافت حال نمیکنه.
بعد میافتی دنبالت. خروس اینجوری بود. بعد دنبالت میکرد. بعد ما چون حیاتمون بزرگ بود مجبور بودیم یه سگ بذاریم برای نگهبانی. تا اینجا مسئله ای نبود. داستان وقتی شروع شد که یه شب سگمون مرد و ما پول نداشتیم سگ بخریم و من مجبور شدم جا اون سگا پر کنم. تا اینجا مسئله ای نبود و داستان اصلی من وقتی شروع شد که یه شب دوز اومد خونمون و من مجبور شدم صدا سگ در بیارم. ولی اینقدر صدا سگم ناز بود دوز خوشش اومد. یکی نگاه ساخت یکی نگاه ساختمون کرد، یکی نگاه من گو هیچی بهتر گیرم نمیاد. اون از سمت من. بعد من هر چی صدا میکردم دیدم داره میاد، هر کار کردم دیدم داره میاد. آخر کاری یا هول شدم گفتم بی شرف مثلا سگم خو یکم بترس. دوزه گفتی داداش من خو قرار نبود ببرمت ولی خدا شاهده برای محافظت از خونه خودتونم صدات بهتر کن. این چه صداییه؟ نیم ساعت پاره شدم و خنده. بعد رفت. بعد اون زمان همراه شد با زمانی که توی یزد و توی محله ما سگ دوزی باب شده بود. بابام بره این که اما محافظت کنه داداشم گذاشت نگهبان من. بعد یه شب دوز اومد خونم و داداشم زد روشونم گو امی. گفتم ها. گو ببین ما دو تایم اون یه نفره اومد جلو میزنیمش تا بابا بیاد. گفتم اوکیه. هوا هم خیلی تاریک بود. آقا دوزه اومد جلو شروع کردیم زدن همینجور که میزدمش دوزه گو بلنشم دهنه تو سرویسه. اینا گفت ما اعصابمون بیشتر خورد شد بیشتر زدم همینجور که میزدمش این هی میگفت بلنشم پدرتون در میارم بلنشم پدرتون در. بعد 5 دقیقه داداشم زد روشونم گفت امی. گفتم ها. گفت صداش آشنانی؟ گفتم منم 5 دقیقه به همین فکر میکنم. گفت صداش شبیه بابانی؟ گفتم چرا فکر کنم؟ بعد یک قدم اومدم عقب. اول پدرم در اومد بعد پدرم در اومد. بعد از اون بابام پول داشت سگ نمیخرید. میگو چه کاریه شما خو هستید؟ دیگه با کلی اصرار و خواهش رفت یکی دونه سگ خرید. ما خیلی خوشحال شدیم که دیگه آزاد شدیم راحت شدیم. افر داشت منو داداشم گذاشت نگهبان سگه که اونا کسی نبره. بعد من از یه جایی و یه شبی نگرانی و دغدغه‌مندی و توجه به عزیزانو در پدرم کاملا درک کردم. یه شب با سگه تو محوطه بودم بابام اومد گفت عزیز من قربونت برم خوشگل من این آشغالا چیشیه مخوری؟ نونا از سگ گرفت داد من مرغ منو داد سگ. من مجبور شدم تا صبح نون بخورم. بعد دهنو بوسک میداد. بعد نه واقعا بوسک میداد. بعد یه سری یکی هم مرغامو مرد. بابام اومد منو صدا کرد. گفتم بابا خدا شاهده دیگه توخ نمیتونم بذارم. گفت اسکول میگم بریم مرغ بخری بذاری جاش. بعد یکی دی از سختی های خونه های بزرگ نظافت و تمیزکاریشه. اینجوری که شما جارو برقی رو میزنی تو برق شروع میکنی جارو کردن تا وسط های خونه میری یا جارو نفسش میگیره. بعد بابام گفت بزن پشتش گولش بکن نه الان میسوزه خاموش کن. بعد یه نیم ساعت بعد صبر میکردیم این استراحت کنه. داداشم هی خورتومش ماساژ میداد. بابام آب میریخت تو موتورش. بعد 5 دقیقه یه بار ماچش میکرد میگفت 1400 وات کی بودی تو؟ یه تدیه اتاقه خدا شاید تمومه. بعد صبر میکردم این استراحت کنه نگاه میکردم میدیدم کل اون مسیری که جارو کردم دوباره خاک گرفته. همونا باید برمیگشتیم. و اینجوری بود که ما همیشه نصف خونمون با جارو تمیز میشد نصف دیش با آب بارون تمیز میشد که چون توی از بارون نمیاد نصف دیش اصلا تمیز نمیشد. با تموم اینا و این چیزا اینم بگم که ما تو اون خونه حالمون خیلی خوب بود چون چیزی به نام وابستگی به فضای مجازی وجود نداشت و ما هر شب دور هم جمع می شدیم و از بودن با هم لذت می بردیم. بقیه صحبت ما تو پیجم ارائه میدم دنبالم کنه دنبالتون کنم. ممنون.